مغز ما جاییه که ما توش زندگی میکنیم. یعنی نه فقط بدن ما و مغز ما در دنیای زندگی میکنه که ما الان بهش میگیم کره زمین، بلکه درون مغز ما دنیاییه که من و شما و هر کسی که من رو میشنوه توش زندگی میکنه. این که من از شما بپرسم کی هستید، اسممون، فامیلمون، اصل و نسبمون، آیدنتیتی و شخصیت و عقیده و هویتمون و حتی اون چیزی که از این دنیا باور داریم. مثلا این بحث خیلی پیش میاد که خالق هست یا نه. خب اونایی که باور دارن به این که خالق هست توی دنیایی زندگی میکنن که نه فقط این دنیای بیرون بلکه دنیایی که درون مغزشون هست یک خالق داره تو اون دنیا و این دنیاها رو مغز ما برای ما میسازه. همه چیز ما از عقایدمون، باورامون، شخصیت و هویتمون، همه چی ما تو مغز ماه. ولی مغز ما اگر بخوایم تصورش بکنیم به عنوان یکی از پیچیده ترین ارگان هایی که انسان ها در این کهکشان میشناسن، به عنوان یک ارگانی که 90 میلیارد سلول عصبی و 90 میلیارد سلول غیر عصبی دست به دست هم میدن تا این مغز بتونه کار انجام بده، خودش توی یه جعبه تاریکی قفل شده. جعبه تاریکی که ما بهش میگیم جمجمه تو کله آدم. نه چیزی میتونه توی این کله بیاد، نه چیزی میتونه از این جمجمه خارج بشه. اگه چیزی بیاد تو کله آدم یا از جمجمه آدم خارج بشه، معمولا آدم ها یا میمیرن یا اتفاقات بدی براشون میفته، یا نمیتونن حرف بزنن یا حافظهشون از دست میدن یا هرچی. و این دستگاه خیلی پیچیده، این ارگان خیلی پیچیده، من نمیخوام از واژه دستگاه یا ماشین استفاده بکنم به خاطر اینکه کلمه مهمه. این ارگان خیلی پیچیده تنها راه تماسش با دنیای بیرون حواس پنجگانه ماست. یعنی که تمام این دنیایی که مغز من و شما برای ما توی کله ما داره درست میکنه، از این که من کیم، اینجا کجاست، از کجا آمدیم، به کجا میریم، همه این سوالات تو مغز من و شما بر اساس دریافت سیگنال های الکتروکمیکال که دستگاه عصبی ما به مغز ما میفرسته و ترجمه مغز ما از این سیگنال هایی که از حواس ما به مغز میرسه. ولی اینم باید یادمون باشه که تمام حواس پنجگانه ما بین 1 تا 2% تمام اتفاقاتی که بین ما داره تو این دنیای اطرافمون میفته رو حس میکنه و ضبط میکنه و به مغزمون میفرسته. یعنی اینکه 99% چیزایی که دور و بر ما داره اتفاق میفته رو ما نه میشنویم، نه لمس میکنیم، نه میبینیم، نه بوشون رو میتونیم بفهمیم. خب یه دلیل خیلی عمده‌ش هم اینه که همینجوری اگه نگاه بکنید برای پروسس کردن بین 1 تا 2% همه چیزایی که اتفاقاتی دور و برمون میفته مغزی باید درست بکنیم و مغزی باید داشته باشیم که در دنیای موجودات رو کره زمین مغز انسان یکی از بزرگترین مغز هاست به نسبت بقیه بدنش و 25% انرژی که تو تمام بدن ما مصرف میشه توی مغز ما مصرف میشه. انقدر مهمه و انقدر احتیاج به قدرت برای پروسس کردن این 1% که از حواس ما میاد داره. دلیلش هم اینه که خب در طول تاریخ تکامل انسان ها مهم این بوده که چه چیزی به زنده بودن ما کمک بکنه، نه اینکه چه چیزی دقیقه. یعنی اینکه چشم ما که فقط 1 درجه خیلی خاصی رو میبینه و نه تنها فقط 1 درجه خیلی خاصی میبینه که تو اون درجه‌ای که ما میبینیم، یعنی پهنای دیدی که داریم، یه قسمت خیلی خاصیش فقط برای ما واضحه. اگه فقط شما نگاه بکنید به یه جایی اونجا رو واضح میبینید، بقیه جاها تقریبا میشه گفت تاره. درسته که دیده میشه و مغز ما داره پر میکنه اون جایی که ما بهش نگاه نمیکنیم، ولی حتی اگه یه چیزی شما نگه دارید بغل یه ذره اونورتر باز اونم نمیتونید بخونید به خاطر اینکه چشمای ما خیلی احتیاج به قدرت پروسس کردن داره ولی یه جای خیلی کمی رو میبینه.
برای همین در طول تکامل مهم این بوده که شکارچی یا طعمه، اون چیزی که منجر به زنده بودن آدم میشه، حالا یا غذا به دست آوردن یا فرار کردن از دست شکارچی، مهم بوده اونو ببینیم، نه اینکه به دقت ببینیم مثلا فرق بین مادون قرمز و سفید و قرمز و آبی و ماورای بنفش مثلا به دقت چیه. این برای تکامل ما مهم نبوده. مهم این بوده که چیزی رو بشنویم که به زنده بودن کمک میکنه، نه اینکه مثلا مثل خفاش احتیاج نبوده برای زنده بودن در طول تکامل انسان‌ها از گوشاشون برای اکولوکیشن استفاده بکنن. برای همینه که حس شنوایی ما یک فرکانس خیلی خاصی رو میشنوه، مثلا بین 20 هرتز تا 250 کیلوهرتز مثلا، یا بیناییمون 1% خیلی 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 باریکی، شاید نزدیک 1% اون چیزی که ما بهش میگیم نور رو میبینه، که بهش میگیم نور دیدنی، نور visible light. بقیه اون چیزی که ما بهش میگیم نور تو دنیای فیزیک اصلا به چشم آدم نمیاد. ماورای بنفش، مادون قرمز، مایکروویو، گاما ری، ایکس ری، اینا همشون نور هستن که به چشم آدم نمیاد. ولی یه نکته خیلی مهم رو باید یادمون باشه. خب سوال همیشه این بوده که مغز چطور سیگنال ها و پیام هایی که از این حواس پنجگانه میگیره، 1% فلان هم هست و اینا رو چطور تبدیل میکنه به دنیایی که خیش من توش هستم و دنیایی که توی مغز ما ساخته و پرداخته میشه و ما با استفاده از اون دنیایی که تو مغزمون هست و رابطه اون دنیا با چیزی که میبینیم میتونیم مشخص بکنیم که آقا این جوب آبه نباید بیفتم توش، این غذا میتونم بخورم. اینا رو ما همش با دیدن، دریافت و پردازش پیام هایی که از حواس پنجگانمون میگیریم و اون چیزی که از قبل تو ذهنمون بوده و مطابقت اینا با هم رفتارمون رو و واکنشمون رو به دنیای اطراف شکل میدیم. یعنی اینکه تو دنیایی که تو مغز من شما هست، چیزی که رو آتیشه، مثلا آبی که داره میجوشه، داغه. این تو دنیایی که تو مغز من شما هست همیشه بوده، به عنوان یک خاطره اونجا هست. خیشتن من، خیشتن شما باید بدونه وقتی چیزی داره قلقل میکنه توش، آبی داره قلقل میکنه، نرید دستتو بذاری توش. اگه رفتی دستو گذاشتی توش، یعنی اینکه یادت نبوده که بچه‌ها برای همین میرن یه دفعه دست میزنن به یه چیزی که داغه، برای اینکه نمیدونن، هیچ پوینت رفرنسی ندارن. تو دنیای اونا این چیزی که رو آتیش داره قلقل میکنه فقط یه چیزی که داره قلقل میکنه دیگه. حالا من نمیدونم چه، شما هم نمیدونید، هیچ کس هم نمیدونه چه. بعد بچه میره زارت دستشو میذاره روش، بعد اونجاست که دیگه مغزش رجیستر میکنه که آقا دفعه بعدی اگه دیدی یه چیز داره رو آب قلقل میکنه، نره همینجوری زرتی دستتو بچسبون بهش. این خاطره رو اون بچه، اون آدم، من، شما، ایشان، هر موقع ببینیم یه چیز داره قلقل میکنه، احتمالاً یه جایی که تو بچگیمون دستمون کردیم تو آب سوخته، حالا شاید هم یادمون نیاد، توی اون دنیا این از قبل رجیستر شده. برای همین شما وقتی چیزی قلقل میکنه، اگه مغز آدم کامل باشه، یعنی سالم باشه و درست و نرمال فانکشن بکنه، هیچ آدم، برای همین میگن آدم عاقل نمیره دستشو بکنه تو آب، به خاطر اینکه آدم عاقل توی یه دنیایی تو مغزش هست که با این دنیای واقعی اطراف ما داره تطابق داره. تو دنیای واقعی اطراف ما هر کسی که تا الان به صورت تو تکاملی رفته دستش کرده تو آب جوش، مرده. فقط اونایی زنده موندن و که رفتن یه بار دستشون کردن تو آب جوش، یادشون مونده. و همه ماها دیگه توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که آب جوش چیزیه که دستش آدم‌ها دستشون رو توش نمیکنن. ولی یه نکته مهمی که اینجا همیشه بوده اینه که چطور خب مغز این کارو میکنه، نه؟ و یکی از تئوری ها و یکی از فرضیه های خیلی مهمی که خیلی هم ریلایبل و قابل اتکا هست برای توضیح اینکه مغز آدم ها چطور خیشتنشون رو و دنیایی که درش زندگی میکنن میسازه، زبانه، تئوری زبانه. ولی خب تا الان زبان همیشه اینطور تعریف میشد: یک ساختار نظاممند استوار بر دستور زبان و واژه که مهمترین ابزار ارتباط انسانها با همدیگه است. یه بار دیگه بگم، زبان یعنی یک سیستم، یک استراکچر، یک ساختار خیلی نظاممند، یعنی یک ساختار خیلی منظم که بر اساس نظم دستور زبان و با استفاده از کلمات و واژگان وسیله اصلی ارتباط آدم ها با همدیگه است. این بزرگترین و مهمترین فرضیه زبان در طول تاریخ بوده. ولی خب الان چندین دهه است، حداقل 2-3 دهه است که فرضیه و تئوری جدیدی به این تئوری ارتباط
یعنی زبان به عنوان یک وسیله ارتباطی اضافه شده. بهش میگن cognitive linguistics یا فکر میکنم که زبان شناسی شناختی، یعنی اینکه چطور زبان باعث میشه که مغز انسان‌ها از دنیای اطرافشون make sense میکنه، یعنی مفهوم درک میکنه که چه چیزی نیست. زبانه و زبانه که دنیای توی مغز ما رو، خیشتن ما رو و هر چیزی که مغز به عنوان این دنیا برای ما میسازه و نگهداری میکنه، سیو میکنه، مموری، خاطره ایجاد میکنه، این خاصیت اصلی زبانه. یعنی اینکه اون دستگاه خیلی پیچیده 90 میلیارد سلولی که توی جعبه تاریک قفل شده و فقط 1% از اتفاقاتی که بیرون از این جعبه داره میفته رو توسط حواس پنجگانه دریافت میکنه، با استفاده از زبان اون دنیا رو میسازه، نگهداری میکنه و ریتریو میکنه. به قول معروف وقتی که آدم میخواد همین تجربه آب جوش، زبان همیشه باید اینوالو باشه در دنیا سازی مغز. یعنی اینکه انسان ها نمیتونن به چیزی فکر بکنن که کلمه بهش وصل نباشه. یعنی شما الان، من اگر از شما بپرسم به چیزی فکر بکنید که کلمه بهش مرتبط نباشه، نمیتونید به چیزی فکر بکنید که کلمه ای نداشته باشه. میتونید به ناشناخته ها فکر بکنید یا به چیزایی که وجود ندارن، ولی حتی اون چیزایی که وجود ندارن کلمه دارن. چیزی که کلمه نداشته باشه وجود نداره تو مغز ماها. یعنی شما انسان ها نمیتونن به چیزی که کلمه نداره فکر بکنن. و سلام، تمام پوینت اینه که انسان ها نمیتونن به چیزی که کلمه نداره فکر بکنن، به خاطر اینکه دنیایی که درون مغز ما هست، خیشتنی که من هستم، شما هستی، بر اساس کلمه ساخته شده. و اهمیت زبان اینه که زبانهای مختلف دنیاهای مختلف برای اون کسایی که این زبان رو صحبت میکنن میسازن. برای چی میگیم مثلا زبان فارسی زبان شعره، یا زبان آلمانی به غلط میگیم زبان خشنه، یا زبان فلان و بهمانه؟ به خاطر اینکه زبان در ساختن دنیای انسان‌ها خیلی خیلی وسیله مهمیه. perhaps مهمترین وسیله‌ای که انسان‌ها دارن برای ساختن این دنیایی که درون ذهنشونه و انتقال این دنیا به دیگران و به آدم‌های اطرافشون زبانه. برای همینه که من در ویدیوهام خیلی وقتا از کلمات فارسی انگلیسی استفاده می‌کنم. اولین دلیلش اینه که خب 25 سال حدوداً توی آمریکا زندگی کردم، زبان انگلیسی و زبان فارسیم بهتره. دوماً مفاهیمی که خیلی باهاشون آشنا هستم و در ویدیوام راجع بهشون صحبت میکنم اکثراً و غریبه به اتفاق به انگلیسی هستن و من به انگلیسی یاد گرفتم. سوماً خیلی فکر بدی نیست وقتی که تو دنیایی که گلوبالیزیشن و جهانی شدن همیشه داره بیشتر و بیشتر میشه، شما هرچی بیشتر زبان بیشتر بدونید و با استفاده از زبان بتونید با دیگران ارتباط بیشتری برقرار بکنید، خب خرتون بیشتر پیش میره. برای همین خیلی بد نیست که ایرانی ها هم با یک سری تلفظات و کلمات و مفاهیمی که ما در انگلیسی داریم آشنا بشن و یکی دیگر دلایلی که من استفاده میکنم اینه. ولی خب مهمتر از همه اینا اینه که انگلیسی برای انگلیسی زبان یک دنیایی میسازه و فارسی برای فارسی زبان یک دنیایی میسازه که من با استفاده از هر دو کلمه فارسی و انگلیسی میخوام این دوتا دنیا رو خیلی نزدیک بکنم به هم. برای همینه که استفاده از زبان انگلیسی و زبان فارسی امیدوارم در ویدیوهای من به سوء نیت یا یارو دا کلمه فارسی یاد گرفته انگلیسی حرف میزنه و فلان اینا تلقی نشه. فقط به خاطر اینه که این چند تا دلیلی که گفتم، زبانم، مفاهیمی که یاد گرفتم، خب خود زبان خیلی چیز مهمیه به عنوان دنیا ساز و اینکه تنها راه ارتباطی بین دو تا دنیا زبانه. تا جایی که یادم نیست کدوم یکی از فلاسفه میگه که میگه انسانی که بیشتر از هر زبانی که یک انسان یاد میگیره یک روح به ارواح خودش اضافه میکنه، یک سول به سول خودش اضافه میکنه. برای همین امیدوارم این سوء نیت تلقی نشه و بتونیم راجع به مسائل خیلی پیچیده و مفاهیمی که توی دنیا برای خیلی همون سوال برانگیزه صحبت بکنیم.